سلام دوستان، خوش اومدیم به پیج نیلا بیوتی. امروز میخوام در مورد انواع مواد کراتین باهاتون صحبت بکنم. مواد فرماندهیدی و آنزیمی که مواد آنزیمی موادی هستن که ریز مولکول هستن و عمق و نفوذ بسیار بالایی دارن و pH اسیدیته بسیار بالایی دارن و اگر درست ما از اونها استفاده نکنیم موها دچار خشکی و شکنندگی میشن. مواد آنزیم موادی هستن که نیاز به سبکسازی دارن. برای موهای تار نازک 60 تا 70% و برای موهای تار ضخیم 40 تا 50%. بعد از تایم مکسیموم ما باید سبکسازی را انجام بدیم. اگر موی خودش خیلی خشک و کیسان باشه قبل از استفاده از مواد آنزیمی ما باید براش بسترسازی انجام بدیم و بعد از بسترسازی و تایم مکسش مواد رو اپلای بکنیم و کارهای بعدیش رو انجام بدیم. و اگر احتمالاً بعد از انجام عمل کراتین متوجه شدیم که موها همچنان خشک هستن باید به مشتریمون بگیم به منزل برن، 1 هفته موهاشون رو به صورت عادی به اصطلاح شستشو بکنن و بعد مراجعه کنن که ما عملیات پس تراپی رو براشون انجام بدیم که از اون خشکی و شکنندگی بیرون بیاد. نکته دیگه در مورد مواد آنزیمی، ما زمانی که موها رو شستشو میکنیم و به اصطلاح میخوایم کار اتوکشی رو انجام بدیم باید قبلش یه سشواری رو موها داشته باشیم که یه سری از مواد که توی کوتیکولمون مونده بخار بشه و بعدش بیایم اتوکشی انجام بدیم، چون این کار باعث میشه که مو بیش از حد بهش توش مواد نباشه و اتوکشی زیادی نیاز نداشته باشه. نه، مواد فرمالدهیدی موادی هستن که درشت مولکول هستن، عمق نفوذشون نسبت به مواد آنزیمی کمتره و ما زمانی که این موادها رو روی مو اپلای میکنیم باید از حجم مواد بیشتری استفاده بکنیم. موادهای فرمالدهیدی به 2 نوع چرب و سبک وجود دارن. موادهای سبک رو ما نیاز نداریم که سبک سازی بکنیم، اما موادهایی که به اصطلاح چرب هستن رو باید بعد از تایم مکس یک سشواری روشون بکشیم تا به اصطلاح اضافات مواد از تو موها بیرون بیاد. و مسئله دیگه، مواد فرمالدهیدی وقتی که روی مو اپلای میشن تو تایم مکس یک سریاشون روی مو اکسید میشه، به اصطلاح اضافه مواد روی مو اکسید میشه. ما بعد از تایم مکس باید موها رو شونه بزنیم تا اضافات مواد یا به اصطلاح موادی که رو مو اکسید شده از مو خارج بشه. و نکته دیگه که حتما باید بدونید اینه که موهایی که ما مواد فرمالدهیدی روش میذاریم 1 رو 20 دقیقه بعد از مواد گذاری ما باید اونا رو چک کنیم، بررسی بکنیم. یک سری از جاهای مو امکان داره مواد رو بخوره و جذب کنه، ما باید روی اون قسمت ها با غلظت کمتر دوباره مواد گذاری بکنیم و بذاریم مواد جذب مو بشه. نکته مهم در مورد کاور کردن مواد، ببینید موادهایی که گاز و بو دارن معمولا اگر ما بیایم کاور تا بالای سر بیاریم این